بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به جلسه چهارم از داستان ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله عنها. اگه بیاتون باشه نقل کردیم که ایشون دختر عمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، خواهر عبدالله ابن جحش هست، جزو سابقین اولین به اسلام هست و اینها از اول همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودند در مسیر دعوت. کل این قبیله خانواده بنی جحش یا فرزندان بنی جحش و چه سختی ها و رنج هایی رو در مکه چشیدند و کشیدند و صبر و پایداری کردند تا زمان هجرت فراهم شد و زمان هجرت همه این خانواده هجرت کردند. وضعیت مالی و خانوادگی خوبی داشتند. اشاره کردیم خانه های اینها مصادره شد توسط ابو سفیان و عبدالله ابن جحش اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بالاخره گفت بار ما چین اتفاقی افتاده. پیامبر گفت دوست نداری خدا بهتون در بهشت خونه بده؟ خب وضعیت خانوادگی اینا، ثروت اینا در مدینه خیلی خوب بود در مکه. و بعد هم اشاره کردیم به ازدواج زینب با زید ابن حارثه پسرخوانده رسول خدا صلی الله علیه و سلم که قبل از اینکه این آیات تبنی لغو بشه و که این چه اتفاقی افتاد، دو فرد بهشتی اما با هم نتونستن سازگار باشن و بعد اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بالاخره الله رب العالمین این ازدواج رو براشون فراهم کرد و ازشون خواست که این اعلام بکنن و بالاخره اینکه این ازدواج سبب خیر و برکت شد که آیات حجاب هم در همون زمان نازل شد. سال 5 هجرت بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و همه مسلمانان که البته گفتیم نقش عمر هم جزو آرزوهاش بود، جزو موافقات عمر هست که میگه یا رسول الله تو خونه شما خوب و بد میرن، چه خوبه که بین زنان شما و مهمانان یک پرده حائلی باشه و دیگه بالاخره این آیات نازل شد. حالا رسیدیم به قسمت چهارم از داستان ام المؤمنین زینب بنت جحش. نگاه کنید رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به طائف رفت 2 تا از همسرانش باهاش همراه بودن، یکی ام سلمه و دیگری زینب رضی الله عنهما. خب پیامبر خب برای هر کدوم بالاخره از اینها یک خیمه میزد و بین این دوتا بالاخره پیامبر نماز میخوند، چرا که اونجا حصاری بود که اینها طائف در اون منطقه قرار داده بودن، بالاخره شرایط بود که برای اون جنگ رفته بودن یا هر چی که بود. اما بحث حجة الوداع هم که ما نگاه میکنیم در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همسرانش در حجة الوداع میگه هذه ظهور الحسر. اینجا اشاره میکنه که این محلیه که اونجا بالاخره وجود داره و یعنی از این حصر جایی که براتون قرار دادیم شما بیرون نرید، یعنی براشون خیمه‌ای که میزنه. به هر صورت زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه اینا همشون حجاب میکردن مگر سوده بنت زمعه و زینب بنت جحش که میگه که ما لا تحرکنا دابتون بعد رسول صلی الله علیه و سلم، که میگه دابه ما رو بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم جابجا نمی‌کرد. حالا اون حالتی هست که دیگه در اونجا نقل شده. میگه ابن سعد در طبقات خودش آورده که میگه زینب بنت جحش حج نکرد بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. لکن نکته خیلی مهمه بعد از میگه که یعنی من ببخشید اون مطلب رو اشتباه گفتم، میگه زنای پیامبر صلی الله علیه و سلم میرفتن ولی حجاب میکردن بعد از پیامبر، اما یکی سوده بنت زمعه و یکی زینب بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیگه بیرون نرفتن، مثلا سفری برن برای حجی که مثلا بخوان انجام بدن دیگه، برای اینکه با ضرورت باشه خانه خاصی داشته باشن خیمه خاصی داشته باشن. ابن سعد هم میاره که زینب بنت جحش بعد از اینکه با رسول خدا صلی الله علیه و سلم حج کرد دیگه ایشون حج نکرد دیگه تا زمانی که در زمان خلافت عمر رضی الله عنه از دنیا ایشون رفت. میگه زینب به وصیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عمل کرد که براش خیلی مهم بود که این نکته‌ای که پیامبر بهش گفته بود بالاخره تو در همین حریم و حصار باش و شماهایی که در این حریم و حصار خانوادگی باشید، در این خودتون رو حفظ بکنید، تقواتون رو، همسران من در آخرت هستید. که آیات الهی هم هست که النبی اولی بالمؤمنین و ازواجه امهاتهم. یک نکته خیلی جالبی وجود داره در اینجا بین زینب و ام المؤمنین عایشه که ام المؤمنین عایشه از صداقت ام المؤمنین زینب داره صحبت میکنه و از شگفتی هایی که در این صداقت و پاکی و پاکدامنی و این اخلاق خوب وجود داره. میگه که زینب نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارای مقام و منزلتی بود و من ندیدم زنی بهتر از زینب و با تقواتر و صادقتر و کسی که از نظر صله رحم و اینها از نظر صداقت مثل زینب باشه که نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این تأییدیه که ام المؤمنین عایشه در مورد ایشون نقل میکنه.
حتی اون عایشه میگه که لم ار امرأة خیرا منها و اکثر صدقه، من زنی رو بهتر از زینب ندیدم، ام المؤمنین زینب، هم از نظر نیکی و هم از این که خیلی صدقه میداد. او صله رحیم، صله رحیم رو خوب به جا می آورد. ابذل نفسها فی کل شیء یتقرب به الی الله، خودش رو در هر شرایطی قرار میداد که بتونه به الله رب العالمین نزدیک بشه. میگه این زینب این گونه بود و این شهادتیه که ام المؤمنین عایشه میده. جالبه در داستان افک هم که به ام المؤمنین عایشه تهمت زده شد، در داستان افک هم به ام المؤمنین عایشه تهمت زده شد، ما در اونجا هم میبینیم که وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از ام المؤمنین زینب سوال میکنه که اینو امام بخاری نقل کرده، که ازش میپرسه که داستان چیه، نقل میشه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از زینب سوال کرد، دختر جحش که خب ام المؤمنین هست، در مورد اینکه یا زینب ماذا علمت ما او رأیت، تو از عایشه چیزی تا حال میدونی، از عایشه چیزی هم دیدی؟ بالاخره لکن این نشون میده پیامبران غیب نمیدونن، اما این صحنه ها رو داشته باشید، این حالات رو داشته باشید. میگه ام المؤمنین زینب گفت که یا رسول الله احمی سمعی و بصری، من چشم و گوشم رو حفظ کردم و خوب حواسم هم هست و ما علمت الا خیرا، و جز خیر هیچی ندیدم از عایشه و نمیدونم و خبری هم ندارم. و بالاخره همین نگاه کنید، این حالات تقوا و ورعی که بین اینها وجود داره نشون میده که واقعا چقدر ارزشمنده و چقدر دو تا بالاخره به اصطلاح ما ایرانی‌ها هووی هم هستن، اما نوع صداقت و رفتار رو داشته باشید که اینها چگونه رفتار میشه و چگونه سخن گفته میشه و چگونه اینها برخورد میکنن. و این همون صداقت و پاکی است که برای من و شما واقعا به راحتی قابل توصیف نیست. چون نگاه کنید عبدالله ابن ابی سلول که در رأس منافقان بود، این اومد بالاخره یک فتنه راه انداخت. حتی حمنه خواهر زینب هم تحت تاثیر این فتنه قرار گرفت. مستح ابن اثاثه پسر اون کسی که بالاخره اینقدر خانواده ابوبکر به اون کمک میکردن تحت تاثیر گرفتن، حتی حسان ابن ثابت. اما بالاخره بعد از اینکه آیات الهی نازل شد اونها توبه کردن، اما خب اون رأس منافقین توبه نکرد. و نکته‌ای هم که اینجا وجود داره، بالاخره اینجا خداوند ام المؤمنین عایشه پاکی ایشون رو تایید کرد و اون کسایی هم که اشتباه کرده بودن توبه کردن و این مسئله برطرف شد. اما نگاه ام المؤمنین زینب و اون ورع ایشون در این حادثه و فتنه با توجه به اینکه هووی ایشون هست و خواهرش هم در این جریان که بالاخره خب اون هم فریب خورده بود، ولی می‌بینی ایشون این شرایط خودش رو حفظ میکنه و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم به این مسئله خیلی توجه میکنه. و جالب اینجاست که ابن سعد میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله آثر النساء النبی عنده عایشه و ام سلمه و زینب، و میگه پیامبر اینها رو در پیش خودش نگه می‌داشت، دارای مقام خاصی برای همسرانش قائل بود. و نکاتی رو که خیلی نقل شده که پیامبر در این موارد اومده، حتی برخی موارد همون بحث عسل رو بعضی نقل کردن که تو خونه ام المؤمنین زینب خورد و بعد گفتن کسی دیگه، که حالا اینجا این مد نظر ما نیست. ولی اون چه که اینجا مد نظر هست، واقعا ما میبینیم از این فضل و خیر و برکتی که در این جریان وجود داره. عمر بن خطاب رضی الله عنه میگه که زینب بنت جحش اواحتون، نگاه کنید، یعنی خیلی اهل عبادت بودش، چرا که خداوند در مورد ابراهیم میگه ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. و این همون لحظاتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتم که در مورد ازدواجی که در مورد زینب هست، موارد دیگری که وجود داره. و گفتیم حضرت زینب هم که میگفت من همیشه خداوند از بالای 7 آسمان بالاخره برای پیامبر برگزید. یه نکته خیلی جالبی که وجود داره، ام المؤمنین عایشه وقتی که خبر مرگ زینب رو بهش دادن که از دنیا رفته وفات کرده، میگه لقد ذهبت حمیدتون متعبدتون، پاک رفت ستوده رفت در حالی که همیشه در حال عبادت بود. مفزع الیتام و اراما، این سبب غم و اندوه یتیمان و بیوه ها میشه، چرا که واقعا این نکته‌ای که وجود داشت، زینب بنت جحش واقعا کمک میکرد به یتیمه ها و بیوه ها. جدا از این که خب خداوند عزوجل میبینید که در مورد ایشون در قرآن ذکر کرده اسم ایشون و این برکت و منزلت ایشون، و این زنی بود که دائما روزه بود و دائما نماز شب میخوند. البته گفتن صوام بودن اینا یعنی به این سبب بود که یه روز روزه بودن یه روز روزه نمیگرفتن. این سیستمی که وقتی کسی فکر نکنه دائم
باید روزه گرفته بشه، مثل روزه داوود علیه السلام. در صداقت و پاکی اینها مواردی که نقل شده، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی نقل کرده که در کرامت و زهد اینها که پیامبر گفتش که بعد از من اونی که از همه دستش بلندتر هست به من ملحق میشه در اون دنیا. که اون عایشه میگه ما دستامون رو امهات المؤمنین اندازه دست کی ذراعش بلندتره، اطولهن یدن. و وقتی که زینب از دنیا رفت، در حالی که خب این قدش از بقیه کوتاه‌تر بود و دستش کوتاه‌تر بود، دیدیم زودتر رفت و دیدیم نه، این منظور همون صدقه دادن و خیرات دادنی بود که نسبت به بقیه بیش از دیگران به دیگران خیرات میداد و برکاتی بود که شامل حال اینها میشد. در هر صورت در سال 20 هجرت ام المؤمنین زینب از دنیا میره و این خب یک مسیر زندگی پر از خیر و برکت هست. و ایشون جالبه برای خودش کفنی رو آماده کرده، میگه شاید عمر برای من کفن بفرسته، در زمان خلافت عمر هست. میگه بالاخره با هر کدوم از این کفن ها تونستید من رو کفن بکنید، براتون امکان داشته باشه. و نکته قابل تأمل که گفتم، هم در زندگی دنیا ایشون انسان زاهدی بود و هم در مسائل دنیا و صداقتی که در اون لحظات آخر مرگ وجود داره. و اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که بخشنده ترین شما اولین کسیه که به من ملحق میشه و این همون داستانی هست که و عمر رضی الله عنه بالاخره وقتی که ایشون وفات میکنه میگه کسی برای بالاخره تابوتش اینها بیرون نیاد، مگر کسایی که فامیلشون و اهل رحمش و اینها هستن، زرزور رحم هستن. و میگن که اسما بنت امیس که زن ابوبکر هست که بالاخره اونجا میگه چون وقتی زنها رو تابوت میذاشتن به همون چیز خودشون میذاشتن، لباس خودشون، همون کفنشون. ایشون زینب میگه من دوست ندارم که وقتی من مردم من همین جوری بذارید. و مثلا اسما گفته بود که ما تو حبشه که بودیم دیدیم یک پارچه چیزی رو روی مرده میذارند و بالاخره ایشون گفت من این کارو بکنیم. و هم زمان عمر هم وقتی که اسما این کارو شد، جنازه رو می‌خواستن بیرون، این رأی رو پذیرفتند و این پارچه‌ای گذاشتن که بالاخره این اندام و بالاخره اون حالت اینقدر درش حیا و چیز وجود داشت که کسی نتونه مثلا اون وضعیت رو ببینه و اون نکاتی که وجود داره. در هر صورت بحث اینی که بالاخره چگونه ایشون رو دفن کردند و بردن، میگن اسامه ابن زید و محمد ابن عبدالله ابن جحش و عبدالله ابن ابی احمد که جز محارمش بودن، اینا بالاخره اومدند و این جنازه ایشون رو در قبر گذاشتن، در حالی که سن ایشون 53 سال بود. حالا امام نووی هم ذکر کرده به اینکه اسما بنت اویس بالاخره این شرایط رو برای ایشون قرار داد دیگه. حالا مواردی که در مورد این که اینها بهشتی اند و دارای این منزلت و مقام هستن، ما اگه هر چی بخوایم بگیم این دیگه کمه. و این که پیامبر میگه که اسرعکن بلحوقا اطولکن باعا، به من کسی زودتر ملحق میشه که دستش بلندتره. خب این خودش نشون ملحق شدن به کجا؟ در بهشت. و این بشارتی بر بهشتی بودن این بزرگواران، جدا از آیات قرآن، جدا از خیر و برکتی که از همه این بزرگواران ما سراغ داریم. ممکنه من این مقداری تند گفتم برای اینکه این بخش رو بتونم تموم کنم. همه شما بزرگواران به خدای بزرگ میسپارم تا روز دیگه و درس دیگه از بانوی بزرگواران صدر اسلام که انشالله در جلسه آینده داستان ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها رو با هم خواهیم خوند.